من و سعید قرار نزدیک به 2000 کیلومتر در شهرهای ساحلی خلیج فارس همرکاب باشیم. از اندیمشک راه میافتیم و به سمت جنوب به بندر ماهشهر میرسیم و به میزبانی جاده‌های ساحلی خلیج فارس سفر پرماجرا بریم آقا، بریم برسیم به موزه، بعدش بریم چوغا زنبیل. آره این شد، یه ذره دیر بلند شدیم. وحید خیلی به تاریخ و موزه گردی علاقه داره، چون کارهای تاریخی هم ساخته، دیتای ذهنیش زیاده. تو سفر عقب صحبت کردیم، گفتیم که همه جوره باشه آقا، هم تاریخی فرهنگی هم ادونچری. دیگه پله را دستت شده آره. نه حالا اینکه یه دونه استوری نیم. سابقه کاوش ها توی شهر شوش خیلی زیاده و سابقه تمدنی که در منطقه شوش هست اساساً باعث شده که آثار بسیار زیادی از تاریخ کهن و باستانی این منطقه در موزه شهر شوش باشه. با سعید یه سری رفتیم قبل از اینکه وارد جاده بشیم، یه سری رفتیم به موزه شهر شوش زدیم و خب خیلی تجربه جذاب و هیجان انگیزی بود. ستون سنگی مال همه جا هم هست. آره. همون یکی مال مسجد سلیمان. آره این دوره هخامنشی ملکش همش واسه شوش نیست. شوش آپادانا. آره آپادانا خب همینجاست دیگه. ببین من دوربین دیگه ببرم اینجا دوربین. آره بیار دوربینو میرسه تصویر بگیر. باحاله. سلام علیکم. حال شما. خوبی؟ خوش اومدید. سلام. ولی هستم. خیلی خوش اومدید. موزه شهرستان شوش در سال 45 خورشیدی به دستور هیئت کاوشی که در شوش کاوش میکنن فعالیت میکردن ساخته میشه. هدف از ساختش به نمایش درآوردن اشیا و وسایلی که از توی کاوش‌ها به دست میاد، یک ساختمون یا یک فضایی بوده که این اشیا رو بتونن اونجا به نمایش بذارن. از سالهای پیش از تاریخ دوره ایلام، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، سلوکی و اسلام که توی محوطه شوش استقرار و حکومت وجود داشته، یعنی تمدن وجود داشته، بعد از اینکه کاوش میکنن اشیایی که به دست میارن توی موزه به نمایش در میاد. این حوزه تمدنی که ما الان درش هستیم و داریم در موردش صحبت میکنیم برای مشخصاً چه دوره‌ای هست؟ من خودم الان یه چیزی دیدم نوشته که هزاره ششم تا هزاره چهارم پیش از میلاد. اصلا عددا اینقدر عجیب غریبه. آره ببینید ما اینجا اگه بخوام گاهنگاری شوش من برای شما توضیح بدم، از شوشان قدیم شروع میشه. خود شوش خودش تمدنی هست، یعنی دشت شوشان بهش میگفتن، دشت شوش میگفتن. خودش خیلی قدیمی تر. یعنی الان اون تابلو همین دوره‌هایی است که شما فرمودید. ببین نقطه صفر ما اونجا میفته از سمت راست، اینجا هزاره ششم پیش از میلاد. سمت چپ. آره شوشان قدیم، بعد شوشان متقدم، شوش متأخر که میشه پیش از تاریخ که دوره 1050 هستش. بله. شوشان جدید، شوش یک. آثاری رو داری میبینی از حیات انسانی و اینکه محصول دست انسانه که برای 8000 سال قبله، 5000 سال، 6000، یعنی نزدیکترین آثار برای 2-3 هزار سال قبل بود. و دیدن این آثار و دیدن این
حیات اجتماعی انسانی در این منطقه واقعا بهت‌آور بود. یعنی برای خود من اینجوریه، یعنی همین الان هم که دارم یادآوری میکنم و ذکر میکنم خیلی به وجد میام. ما تو نقاط دیگر دنیا کجاها مثلا داریم؟ بین النهرین رو داریم، قدیمی هست، اونم مثلا هم افق هستن با جارمو، حسونا یا مثلا عبید و اینا هم افق هستن با شوشان و اینا. مثلا توی ایلام، استان ایلام مثلا دوره‌های هم افق داریم، توی استان فارس هم افق داریم، ولی یه شوش برای شاخص خودش هستش. اگر یک جام بود، اگر یک لیوان بود، اگر یک کاسه بود، اگر یک ظرفی بود، اون ذوق هنری درش نهفته بود، یعنی کاملا میدیدی. بعد قشنگی کار اینه که با این همه قدمت به غیر از اینکه یه ظرفی برای مصرف بوده، روش یه طرح و نقش هنری هم داره. کشیده. بعد ببینید یعنی رنگ توشون هست، طرح هست. یعنی ما فکر میکنیم که هنر زاده مثلا این چند ساله است یا مثلا تو این دهه است، تو این 1000 ساله است، ولی میبینید نه، واقعا تو اون دورم هنرمند بودن. به ساز فکر میکردن، به موسیقی فکر میکردن، به گرافیک فکر میکردن، نقاشی داشتن. اون سازنده یا اون سفالگر اون چیزهایی که توی روزمره توی محیط میدیده، توی اطراف میدیده، میکشیده. مثلا حالا این جام شوش که تو تابلو هست، مثلا شما یه بز میبینید اینجا، خب بز زیاد ما داریم توی منطقه. وجود پرنده های مهاجر مثل لکلک داریم ما اینجا. من خودم کوچیک بودم اینقدر کوچه پرنده ها رو دیدم، از گنجش میگیر تا پرنده های مختلف. توی این تابلو این یک گورستان نشون میده که ظروف رو میذاشن کنار تدفین. یا دیگه نمونه بارزش همین خاتونی هست که شما دارید میبینید در کنار مثلا تدفین یا مثلا توی گور قرار دادنش، ابزار و اشیاءش هم کنارش قرار میدادن که حالا اینا به زندگی پس از مرگ یا استفاده پس از مرگ اعتقاد داشتن. برای همین اینا همه در کنار این تدفین یا این. ببین اسکلت یه آدم رو وقتی که میبینی که چند هزار سال قبل زنده بوده و تو همون منطقه‌ای که تو الان داری با دوچرخه میچرخی زندگی میکرده، خیلی حس عجیب و غریبی داره که اون زمانا چی کار میکرده، تو اون منطقه چی کار میکرده، چی میخوردن، چی میپوشیدن، با همدیگه چجوری رفتار میکردن. حس سوال عجیبیه. کاوش هایی که توی شوش انجام شد بعضن، حالا تصویرش هم پشت سر شما هست، کاخ آپادانای داریوش هستش که توی شوش یکی از پایتخت‌های دوره هخامنشی، زمانی که اون ایالت بزرگ یا ساتابای بزرگ دوره هخامنشی هستش، یکی از پایتختاش در دوره هخامنشی آپادانای شوش هستش. پارس تخت جمشید، حکمتان همدان، بابل در عراق و پاسارگاد هم به احترام کوروش نگه می‌دارن. شوش هم عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه. آجر لعابدارهای بسیار زیبایی توی این کاخ استفاده شده. نمونهش البته این مولاژ هستش، اما نمونه یعنی این واقعی نیست. آره این با گچ ساختن. نمونهش توی موزه لوبر پاریس هستش. چرا باید اون تو موزه باشه؟ خب زمان کاوش که اومدن اینجا کاوش کردن، البته قرارداد هم داشتن، اشیا که پیدا می‌کردن اجازه داشتن برای انتقال و بردن به مثل کشور خودشون. اما اینا خیلی جالبه، اینا توی خیلی از منابع و به اصطلاح نوشته‌های حالا بعضا اروپایی‌ها این اعتقاد داشتن که میگفتن کاخ آپادانای شوش به مرگ طبیعی مرده و هیچ گونه اتفاقی نیفتاده و این کاخ خب به مرور زمان مرده و دیگه از بین رفته. ما توی کاوش‌هایی که ما توی شوش انجام دادیم، حالا تیم کاوش ما سرپرست‌های کابل بود، سنگ‌های فلاخن یا منجنیق. آره. سر پیکان، سر زوبین، سر نیزه، اینا رو پیدا کردیم و بعضی از اینا حتی آثار چوب هنوز توشون بود و تماماً یونانی هستن.
پس مشخص اینجا جنگ شده، درگیری شده و یک آتش سوزی اتفاق افتاده. ما حتی آثار آتش سوزی رو هم پیدا کردیم توی دیوار ورودی کاخ. عیناً مثل تخت جمشید که متاسفانه اینجا به عنوان کاخ تابستونه بود، زمستونه بوده. این بعضی میگن سیاسی هم بوده. برای خیلی از افراد ممکنه این شکلی باشه که خب مثلا میرن تو بیابون، چه میدونم 1 ماه 2 ماه یا چند سال. مثلا من بعضی از این باستانشناسای خارجی دیدم که تو ایران کار کردن، یک فردی مثلا ممکنه 15 سال توی یک نقطه بیاد بیسته و از زندگیش بزنه، از چه میدونم فلان کشور بلند شه بیاد تمام زندگیش اینجا باشه. چه لذتی در این هست، یعنی که مثلا قطعا امکانات رفاهی تو اون سایت کمه و مثلا آدم‌ها از دور ببینن میگن آقا چه کاری آخه دنبال چی لذتی داره شما با دوچرخه این همه ایران رو دارین میگردین، این همه آثار رو میگردین، این همه شهر رو دارین، چه لذتی توش هست؟ دقیقاً به نظر من مثل کار شماست. ما هم بین آدما داریم کاوش میکنیم شهرها رو. یعنی اون لذتی که توی اون طرف از اون سر دنیا پا میشه میاد. اصلا ما تو دانشگاه شیکاگو یه چیز داریم به اسم شرق شناسی و ایران شناسی. یه نقطه مشترکی بکنم ما با هم داریم اینه که ما تو سفر با دوچرخه نه دقیقاً مثل کار شما خیلی کند پیش میریم. ما دقیقاً و حس میکنیم. بله، ما ممکنه یه کاوشی رو شما تصور کنید ممکنه چند فصل طول بکشه تا شما این کاوش رو به سرانجام برسونید. حتی تو کار مرمت شما یک شی به شما میدن برای مرمت، این نیست که بلافاصله شما مرمتش کنید. شما چند روز باید نمکزادهش کنید، چند روز باید آسیب شناسیش کنید، چند روز با آروم آروم قطعه ها رو شناسایی کنید، قطعه یابی کنید، وصالی کنید و بازسازی کنید، پردازش کنید، بعد تازه میشه این شیئی که توی موزه ها. حالا ما دقیقاً تو مسیرمون باستان شناسی دریایی رو هم داریم. قراره که بریم سیراف آقا وحید ببرم دریا، یه کاوشی زیر آب بکنیم. این سرستون هم که مال همون آره، این کاخ آپادانا 72 تا ستون داره که شماتیک مشخصه. ته ستونی که همون روبروی ورودی داره موزه هستش و سر ستون کله گاو دو سر هستش که پشت به پشت هم هستش. فضای بین دوتا کله گاو الوار قرار میدادن، یعنی یک الوار قرار میدادن برای نگهداری سقف خود کاخ. سقف هم چوبی بوده. سقف هم چوبی بوده، بله. حالا چرا حالا دقیقاً این هم مشخصه توی لیبل، مشخصه تو اتیکت مشخصه. گاو نماد این هستش که یک زور بسیار محکمی داره روی خودش تحمل میکنه. حالا من یکی از دوستان اومده بود به من گفته بود این چین چروک میدونین چرا روی پیشونی یا روی ابروی این گاوه؟ گفتم نه شاید رگاش باشه. گفت نه، داره اینجوری میکنه، داره به من میگه وزن سنگینی دارم تحمل میکنم. یه باری به دوش میشه. یک باری به دوش من هست، یک صلابتی دارم من حمل میکنم. میگم تو کتیبه‌اش داروش میگه کاخی میستان میخوام بذارم که در خور پادشاهی من باشه. بسیار زیبا کار کردن. شما جای قرار گرفتن شاخ‌ها و گوش‌ها رو شما می‌بینید. اینا گوشاش هستن، ویترین بغلی شاخ هستش و هر کدومشون امضای خاص خودش رو داشته. امضای سازنده بوده و امضای قرار گرفتن روی کدوم گوش و شاخ و ستون باشه. بعد جالبش اینه که جدا بوده، یعنی جدا بوده. وصل میشه. آره وصل میشد، بعد بالا یک پیم قرار میگرفت. یک پیم قرار میگرفت که این شاخه و این گوشه. این احتمالاً به خاطر اینکه می‌خواستن موقع حمل و نقل و نصب مثلا آسیب نبینه. آره. جدا گذاشتن. آره دقیقاً همینه. بعد جالبترش اینه که این وحید ستون به این گندگی، این سرستون سنگی بلندی ستونش 21 متر بود. 22 21 20 تا 22. یعنی حیرت انگیز این وزن چطور اصلا اون بالا گذاشتن. بعد یه تیکه هم نبوده. این ستونی که شما دارین از اونجا می‌بینین یه تیکه نبوده. تیکه پایه جدا سنگ گذاشتن. شوش شهری است که همیشه درش برای بازدید کننده و گردشگار همیشه باز هستش و امیدوارم همه لذت ببرن. تابستونش هم خوبه، گرم است ولی خوبه. گرماش خوبه. گرماش خوبه. من حالا احساس کردم شما به دوچرخه سواری علاقه دارین، میخواید هم
راه بشید با هم. خیلی دوست دارم من بیام خدمت شما، ولی اینکه میگین ممکنه شب ما بمونیم دیگه. نه حالا شب میریم. یه نکته هم که داره، ما میخوایم بریم شما زنبی، خیلی دوست داریم شما اونجا باشین. حالا اگه نمیدونم برنامه‌ام چجوری، اگه دوست دارم قسمت اگه دوست داشتید با دوچرخه، حالا این مسیر زیاد هم نیست، 40 کیلومتر. پروژه ما همرکا باشیم با هم. ممنونم از دعوتتون، خیلی ممنونم. سلامت زنده باشید. شما هم خیلی سنگین نداریم، یه املت با هم می‌خوریم. عالی عالی. خیلی خوش اومدید. سلام شما برم. زنده باشید. ممنونم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید. مرسی. خدا نگهدار. ببین سعید، من این چفت و بسته خورجین رو فکر کنم درست بستم، ولی اتصالاتش یه کمی باز لق میزنه. یعنی ببین جایی که پای سرت میام که نگاه میکنم به بارت، یکم کلا تراز نیست بارت. ما یه نکته اینه که بارمون رو باید تراز بچینیم. یعنی من وقتی که بسته بندی میکنم مشخص میکنم توی خورجین جلو چپم چی باشه و راست جلو چی باشه و یه وقت مینویسم اصلا. بعد وزن میکنم با ترازو. حالا نه دقیق مثل هم باشه، ولی حداقل اینور 10 کیلو نباشه، اینور 3 کیلو. میشه اینجوری، به خاطر اینکه یه وقت شما یه چیزی میذاری که حجم داره وزن نداره، بعد مجبور میشی تو سمت مخالفش چیزایی بذاری که وزن داره. یه تکنیکی هم هست توی دوچرخه کورسی، اگه دیده باشی جایی که سرشیبی میشه یا دور دوچرخه کم میشه، از رو زین بلند میشن، فشار رو کامل با وزن بدن میندازن روی رکابا. آره. بعد مثلا این کار نهایت مثلا 30 ثانیه 1 دقیقه است، چون ضربان قلبت هم میره بالا. الان میتونی تست کنی، از من سبقت بگیری؟ خب تست کن دیگه. اگه پشتت ماشین نمیاد بلند شو رو دوچرخه شروع کن رکاب زدن. که اینجوری بیشتر بلند شو قشنگ از روزی. نه، کنترل دوچرخه ذره سخت میشه برام. خب الان دیدی من دورم سبک بود. خب اینجوری صدا تو دارم مجید. خب داشتیم فیلم میساختیم دیگه و بچه‌های تیم تولید باید با ما هماهنگ میشدن. اونها باید فضاهای مناسب رو پیدا میکردن برای تصویربرداری و به ما حالا با بیسیم یه تلفن میگفتن حالا حرکت کنید، کنده تنده، اینجا وایسید، دوباره حرکت بکنید، برگردید، دوباره بیایید. خود این هم وقت زیادی از ما میگرفت، هم انرژی زیادی. برسن بافت همینه. نمیدونم خب وایسا، من میگم زمان الکی در دست ندی. هر وایسادن راه افتادن، ما وایسیم اونا هم وای میستن. خب نه اونا ما وای نسیم اینا جلوتر وای میستن، وایسن پلانشون رو میگیرن. باز این نظرته که وایسی. نه وایسیم چون نمیدونم اونا چی کار دارن و ما همش داریم میریم همینجوری. اوکی، پس بیاد. یه وقتایی وسواس وحید سر دوربینا خستم میکنه. حالا من خودم هم تصویر میگیرم، وحیدم تو جایگاه کارگردان یه ذره وسواسش بیشتره چون مسئولیتش رو پروژه است. این وسواسه یه وقتا خستم میکرد. دوباره بگو. صدا داری؟ برنامه چیه؟ برنامه برید تو وایسادی. من گفتم شما بیاید برید یه جای واسه یه تصویری بگیرید با محمد. همین پشت میگیریم ازتون، برید شما. اوکی. این وایسادن قصه است. نه ببین الان همین پلن رو بگیره دیگه. خب میگم میگیره وقتی که ماشینه بابا وایسی. خب باشه اصلا باشه. حل ببخشید.
بعضی جاها حالا روستاها به جاده نزدیک بود. یه روستایی بود قبل از اینکه برسیم به چوغازنبیل، یه روستای خیلی کوچیکی بود به اسم روستای طالب. دلم نیومد دیگه برم، وایسادم و تا این بچه‌ها رسیدن. سعید کم جلوتر بود، یه سوت زدم، سعیدم برگشت. سلام سلام سلام، چطوری؟ خوبی 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 خوبی؟ بزن قدش. خوبی خوبی؟ بیا بیا، نفری یه دونه بیشتر نشه، یه دونه بیشتر نشه، یه دونه بیشتر نشه. بیا تو هم یه دونه بزن. چه خبر؟ اسم اینجا چیه؟ نه اسم روستاتون. طالب. اوه. چه خبر اینجا؟ گاوبیش هم دارین؟ برای بچه‌ها وسیله‌هایی که ما رو دوچرخه هامون داشتیم عجیب بود. همش براشون سوال بود که این چیه؟ این چیه این ور بستید؟ اون چیه این ور بستید؟ ببینید تو کیسه خواب داریم. شما خونه دارید؟ بله. پتو داری؟ بله. خب ما هم یه چادر این تو داریم. بعد کیسه خواب داریم، جای پتو. سرده دیگه الان شبا. شما بخاری می‌ذارید الان؟ بله. خب ما بخاری نداریم. ما بخاری نداریم. بعد میخوایم بخوابیم اینجا. قابلمه داریم، مایتابه داریم، گاز داریم. گاز؟ آره گاز، کپسول گاز. این چیه؟ اون دوربینه. این دوربینه. اونم دوربینه. آره. منطقتون قشنگه دیگه، ما اینجا میتونیم فیلم میگیریم. بیاید اینجا. یه دونه عکس دست جمعی بگیریم. بیاید اینجا، بیاید اینجا، بیاید اینجا. بیاید اینجا، بیاید اینجا. همه هستن، همه هستن. یه نفر میشین کلا برادرها و سه. همه بگید هلو. هلو من کلامو صاف کنم. هلو هلو. همتون گرم. یه نکتهش اینه که اصلا با ماشین باشی خیلی آدما باهات ارتباط نمیگیرن. یعنی حالا من مثل بقیه دیگه. آره دیگه. اساسا مثل بقیه از همه وضعیتت، یعنی خود این وضعیتی که ما داریم جذابه برای آدم ها، چه شهری چه روستایی، و این ارتباط خیلی متفاوت ایجاد میشه. حتی دوچرخه جزو وسیله نوستالژیکه دیگه، یعنی همه آدما توی یه مقطعی چه مرد چه زن دوچرخه داشتن یا سه چرخه داشتن. بعد اینی که با یه همچین وسیله‌ای کسی داره سفر میکنه باحاله، میدونی؟ یعنی من خودم قبل از اینکه شروع کنم همیشه برام وسیله جذابی بوده برای سفر. حالا دوچرخه رو که قشنگ فکر کنم از 6 سالگی یا 5 سالگی سوار میشدم. من اولین دوچرخه‌مو بابام برام خرید. یه دونه دوچرخه BMX بنفش. از این دوچرخه‌هایی هم بود که تو جعبه آورد، خودمون تو خونه سرهمش کردیم. خیلی برام جذاب بود. اولین دوچرخه‌ای که خریدیم یه دوچرخه کورسی 26 بود که با برادرم سعید شریکی استفاده می‌کردیم. فکر می‌کنم دوم یا سوم راهنمایی بودم و انقدر با این کارهای عجیب غریب کردیم یه روز این دو شاخ جلوش شکست و کلاً دوچرخه نابود شد برای همیشه. اون تجربه اولین خرید دوچرخه بود. زانوم هم یه کمی درد میکنه. اینا دیگه فیلم آقا، بیا. نه جان تو سعید درد میکنه، زیاد نکن. بخاطر اینکه خوب رکاب نمیزنی. نه زانوی چپمه آخه. خب فرق نمیکنه، با چپت هم خوب رکاب نمیزنی. من میگم علت دردت اینه که خوب رکاب نمیزنی. هی داری دلی میزنی. بیا قشنگ داغ بشه، عرق بیفته بدنت، ردیف میشه.
آقا وحید سرپایین. مجید بالای همون ارتفاع هم تصویر خوبی اگه محمد میتونه. آقا این وحیدم انقدر توی این میسیم داد میزد، پرده گوش من داشت پاره میشد. بهش گفتم بابا انقدر داد نزن، دادم نزنی میشنوه. اوکی. عجب هوایی. وحید من این گوش چپم فکر کنم آخر پروژه کر بشه وحید. خب صدا رو کم بکنیم، کم نمیشه که؟ خب کم بکنی، تست کردم کم بکنم اون صدا وقت نمیشنوی؟ نه صدای شما تو میکروفونه نمیره، کم میشه لولش. آها. بعد لول رو کم کنه اون وقت صدای خودم هم نداره. مگر اینکه تو سربالایی بگیریم آره. آقا نه چرا اینجوری نگاه میزنی برادر؟ یه ذره تنهاش کن بابا، من قضا ببین اینجوری رو دو چرخه بلند میشه رکاب میزنم. بیا ببینم بیا. آقای امید زده بابا. جاده که بکشو میشه مالا خودمون. ما ریشمون سفید شده ولی بالاخره انقدر هم گیر نشدیم آقای امید زده. یه 2 تا رکاب میتونیم بزنیم. هی ما میره میگه رکاب بزن فلانه اینجوریه بابا. که بافت قشنگی داره. خیلی خوبه، یعنی واقعا من نمیدونم چه جوری باید توصیف بکنم و توصیف کردنی هم نیست. یه هوای خنک، تمیز، دمدمای غروب و شما هرچی هم رکاب میزنی خیلی تعریق شدیدی نداری. وحیدم تو با خوشان داشت تو کفی رکاب میزد، نمیدونه سلام میرسه به سربالایی و بیا ببین چه خبره. آدمه همش دنبال کار گرفتن و کار کردن است، ولی من میگم آقا کار تمومی نداره، همیشه هست. یه جایی باید دیگه واقعا اونجا پوستم کنده شد، یعنی باید سعی میکردم با یه سرعتی برم که مجبور نشم بایستم. یه لحظه همونجا استراحت کنید. شیبمون زیاده. بگو نمیشه وایساد. شیبمون زیاده نمیشه مجید. همینجا. بیا. همین جوریش هم من به سختی دارم میرم. اصلا وای نستا وحید، وایسی دیگه راه نمیافتی. آره. سعید آثار پیری داره و پیدا میشه ها. ببین ذهنت باید تو جاده فعال باشه دیگه، هرچی هست پیدا کنی. الان سر پیچی آینه خوب داره. دیدیش؟ آره. امنیت تو تامین میکنه. شیب زیاده. یه ذره زیگزاگ بزن. کمک میکنه. رسیدیم چاقا زنبیل. دم اون غروب به من حسال اهرام ثلاثه مصر دست داد، مثل این فیلمایی که مستنده‌ای که دیده بودم ازش. موندیم کنار چاقا زنبیل و کمپ زدیم. خب خیلی لذت بخش بود. اولین باری بود که کمپ میزدیم توی سفر. یه سکوت فوق‌العاده و بی‌نظیری بود و یه آسمون پاک و ستاره هایی که تقریبا توی شهرها دیده نمیشه. وحید بیا این افتتاحیه نورم داشته باشی دیگه. یه چیز افتادم قدیما. آره. برق میرفت گاز روشن میکردیم تو خونه. این مدلیه؟ مدلش اینجوریه؟ آره دیگه اون پارچش نوعه، باید بسوزه جمع بشه، دما برسه، بعد نور بده. خاموش کن.
توریش جنسش خوب نیست؟ انگار جنسش خوب نیست یا خوب نسوخته. یه جوری سوخته نور خوب نمیده. نظرته؟ آره کناره هاش یه جوری شده اصلا. معضلات جنس اصلی نخریدن همینه دیگه آقا وحید. وقتی که اینا هم ببخشید ارزون جنس نخریدیم 2 میلیونی رو میخری 300 تومن، خیلی بیشتر. نه بابا گرونتر خریدیم. حالا 400 تومن. 400 تومن کمه؟ آره دیگه این اصلیش الان 2 میلیون پولشه. اون تقصیری این به نداره که نظرم اون بهتره. کارخونه. ببین بدون هیچ چیزی. ببین این به جاش گرما داره. آره اون برای من سوخت فسیلیه این. شب که اینجا شروع کردی لرزیدن، نه دیگه چادر اینو داریم گذاشتی دیگه. تو چادر داریم، بهت کیسه میگه. خواب داریم. چه حسی داشت که کنار یک اولین اثر تاریخی ایران ثبت یونسکو مال 3700 سال، حتی بیش از 1000 سال قبل از تخت جمشید و پاسارگاد. ببین فکر کردن بهش هم موه تن آدمو سیخ میکنه. این که مثلا یه آدمایی یه همچین سازه‌ای ساختن، یه عبادتگاهی بوده و زیر پامون تو اون 7 تپه شهری بوده، یعنی یه اقلیم بزرگ، یه زیستگاه بزرگ که آدمایی اونجا زندگی کردن که آثار هنری داشتن. این حس که مثلا یه عده‌ای چند هزار سال قبل اینجا زندگی میکردن و تو چه فضایی، تو چه سر و صدایی، تو چه رفت آمدی، تو چه اکت و حرکتی چیز ایجاد کردن. این اومدن یه همچین بنایی رو زدن و ما مثلا کنارشون هستیم توی اون فضایی که الان وجود داره. احساس میکنم که مثلا این محیط و این فضا تو حافظه خودش اینو ضبط کرده و ریکورد کرده و مثلا تو بعد از مثلا چند هزار سال اومدی اینجا و داری اینو میبینی و درش نفس میکشی. بعد فکر میکنم که مثلا زمان که بگذره در مورد حضور خود ما همچین اتفاقی میتونه بیفته. یعنی 10 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال. ما خودمون هم چون آثار باستانی دیگه، مثلا یه آره، جایی یه دفعه فکر کن یه زلزله‌ای بیاد، ما بریم در اعماق زمین، بعد چند هزار سال بعد یه سعید و وحیدی مثل اون خاتون با دوچرخه پیدا کنن بگن که اون زمان آدم‌ها با دوچرخه سفر می‌کردن. اینجا خیلی متمایزه به خاطر اینکه خیلی سالم مونده. یعنی کاملا اون زیر خاک بوده. یعنی فکر می‌کردم که یک شب و روز در جایی بودم که چه انسان‌هایی اومدن و رفتن. آقای فرجی شما الان چک لیست درست کردی از خورجینات؟ من خیلی قهوه خور نیستم، چای دوست دارم می‌نوشم. می‌بینی باید تکلیفمون رو با هم روشن کنیم دیگه. سلام علیکم. آقا نمیشه بایستیم قرمه سبزی بخوریم؟ ناهار فکر کنم قرمه سبزی ها. چای عربی، قهوه عربی با کافئین 1000 زدیم به جاده. نیشکر این منطقه کلا واقعا تصور این شکلی نشدم. ببین یا چاقو برو. محمد علی هم دوست و رفیق دوران کوهنوردی ماست. وقتی داره شهرش رو تعریف میکنه اون حس و حال تو حرفاش هست. اینم آبشارهای ششتر. ببین نمیشه مثلا با قایق بریم یه جایی دوچرخه‌مون هم ببریم بعد رکاب بزنیم برگردیم. عالی.